نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی شبکه اصلاح، چند وقت است که در مورد سعدی کماندیر تحقیقاتی کلی داشتیم و البته خیلی تحقیقاتی کامل در این مورد تقدیم شما امروز می نماییم. اگرچند برنامه کمی طولانی است ولی واقعات را در این برنامه می شنوید و می بینید که تا امروز اکثر شما بینندگان گرامی نشنیده بودید و نفهمیده بودید و تحقیقات کامل تقدیم شما می نماییم که نام آن را گذاشتیم سعدی کماندیر، کارنمایی های او، حمایت های او از رحمانوف و کشته شدنش از دستی رحمانوف. سعدی کماندیر کی بود؟ با امام علی رحمانوف خویش است. خالمرادوف سعدی قربانویچ روزی 30 می 1962 در دهه چلچه سوخاز غلبه ریان سویتسکی تیمورملیک امروزه سابق ولایت کولاب در عائله معلم تولد شده است. سالهای 1970 به دهه گلستان جماعت دهات سنگتوده ناحیه دنغره با اهل عائله میکوچند و میآیند. پدرش خالمرادوف قربان با لقب چلاق خالمرادوف دیرکتور مکتب میانه شماره 9 دهه سنگتوده تعیین شد و با این سبب کوچیدند. سعدی دو نام دارد، او را سلام هم میگویند. با ورزش و موسیقی ذوق کلان داشت. وی فرزند کلانی خانه بود. سعدی چند برادر دارد که یکی از آنها بدردین است که با لقب بدی که بوز شناخته می شود. سعدی 4 همسر و 12 فرزند دارد، 5 پسر و 7 دختر. همسرهایش اینهایند: همسر اولش سعیده، دومش مستانه، همسر سومش رعنا، همسر چهارمش صالحه. سالهای کماندیریش زن دویمش با نام مستانه از دنیا گذشت. از او یک دختر دارد با نام هنگامه. پسرانش امین جان، مراد، محمد جان، ابوبکر، آرزو. دخترانش باشد نگاره، اناره، هنگامه، نیلوفر، نگینه، فرزانه، مرحبا. فرزند کلانیش با نام نگاره باشد. دختری همسر یکمش است و از خودش نیست، چون که وقت سعدی با سعیده خاندار شد، سعیده از شوهر یکمش دختری با خود آورده بود با نام نگاره. سعدی او را مثل فرزند اصلیش نگاه بین و کلان کرد، به شوهر داد. شوهر نگاره اکرم نام دارد. اکرم سردار محافظان بدردین قاسیموف بود. بدردین دادر گنرال سهراب قاسیموف است. سعدی نامی پاسپورتی سعدی است، ولی در خانه و در دهه چنان در بالا گفتیم سلام او را می گفتند. او را مادرش همیشه با نام سلام صدا می کرد. مادرش خاصیت سمدوا می باشد. خاصیت مادر سعدی با میرم مادر امام علی رحمانوف خاله دختر می باشند. سعدی بعد ختم مکتب میانه به انستیتوت تربیه جسمانی تاجیکستان داخل می شود و این دانشجوی با غیرت و شجاع بود. با بچه های با قوت آن وقت از جمله اسمتچای سویتسکی، جامی دنغرگی، یعقوب بخشی، سعیدشای خوالینگی، امام سویتسکی که امام خویک معروف است، غفار سیدایی کلابی و سهراب قاسیموف آشنایی داشت و یک جا با آنها در تالار ورزشی سیلخاز اینستیتوت مشق میکرد. سعدی از کودکی با موسیقی بسیار شوق داشت. با ذکرالله حکیموف که او را ذکر الله هم میگویند که از دهه سنگتوده است دوستی نزدیک داشت. از اواخر سالهای 80 با او به توی‌های یکجا به حیث دایره‌چی و تبلک نواز نیز میرفته است. برای همین سعدی ذکر الله را دستگیری میکرد و این چنین از بعضی معلومات‌های دیگر منبع‌ها برای ما رسیده است. اکثر نوازندگان و همان خوانندگانی که میگویند از حمایت سعدی کماندیر برخوردار بودند و کمک‌های زیادی نیز به اینها کرده بوده است. در سالهای 1985 تا 1992 در هفته‌وگذر دوشنبه به حیث استرشی کنترلیار فعالیت میکرد. سعدی در نزد گسی بایغازی باغ و یا استراحتگاه برای خودش بنیاد کرده بود. روزی 14 دکبر سال 2018 سعدی را در داخل آب بایغازی آدمان رحمانوف غرق کرده به قتل رسانیدند و سعدی را در دهه گلستان سنگتوده ناحیه دنغره به خاک سپردند و آن دهه را نامش را عوض کرده با نام حاجی سعدی گذاشتند، چون که کمک سعدی به تمام خانواده مردم گلستان رسیده است.
البته اینجا یک سیر کوتاه از آنچه برای سعدی بود گذاشتیم. اکنون تمام آن حالت و زندگی نامه‌ای که سعدی داشت و کارنمایی‌های کرده بود آنها را با مشخصات معین تقدیم شما می نماییم تا اینکه خوب وضعیت و حالت زندگی نامه سعدی کماندیر را آگاه کردید. خوف رحمانوف از سنگتودگی ها. ساکنان دهه سنگتوده که سعدی در آنجا به کمال رسیده است بسیار هم حق تلاش، با غیرت و شجاع و قانوندان هستند. آنها از همان دوره شوروی نمیخواستند که با دنغره در یک ناحیه باشند. آنها دنغرگی ها را نقض نمیدیدند و آنها را گشنه و نادیده می حسابیدند. خوب البته بینندگان گرامی این آنچه است که از آن مردم رسیده است. باز فکر نکنید که کسی را ما تحقیر داریم. سالهای 1970-80 چند مراتبه عرضه‌های دست جمعانه به مسکو نوشته بودند که دهه آنها را به کالینینگراد یعنی سربند امروزه داخل نموده از ناحیه دنغره جدا نمایند، چون که سنگتوده از دنغره 42 کیلومتر و از کالینینگراد 18 کیلومتر فاصله داشت، یعنی سربند امروزه. بار آخر حتی در سال 2009 چنین عریضه را نوشته بودند. برای همین امام علی رحمانوف همیشه از این مردم میترسید و در هراس و اضطراب است. مقطع دوم ما چنین عنوان دارد: سعدی در میان دو میدان. سعدی همراهی غفار سیدای، اسمتچه و یعقوب بین دو میدان شهیدان و آزادی خیمه زده بودند. مقصد آنها این بود که مردمی میدانها با هم جنگ نکنند. از همین سبب بعضی بیویک‌های فرانت خلقی و سنگک سفروف آنها را در اول وافشی حسابیده پریگوارهایشان را خوانده بودند. وقتی سعدی کماندیر را در سالهای 1995 فرمانده بتالون مخصوص قسم حربی 3502 وزارت کارهای داخلی تعیین کردند، قماندان اپوزیسیا میرزای جگه تمام منطقه طویلدره را تا شغناف، کانی تیلای خاولین و پرگی اشغال کرده گرفته بود. با خواهش و دستور پرزیدنت رحمانوف، سعدی با 2 نفر سربازش به نزد میرزا جگه رفته با او هم صحبت شده بوده است. حتی میرزا جگه از با غیرتی سعدی در حیرت مانده بود و او را همچون کماندیر شجاع احترام میکرده است. بینندگان گرامی، این مقطع دیگری ما چنین است: امام علی رحمانوف تکی بوگین سیاحت نعمت و را چطور از شوهرش جدا کرد. سال 1994 وقتی امام علی رحمانوف در کرسی ریاست جمهوری، البته اگرچند که سال 95 پرزیدنتی رسمی شد، ولی رحمانوف همچون دیگر رئیس جمهور و مقامی آن را داشت و ایفا کننده آن وظیفه را یعنی در کشور پیش می برد. و سعدی کماندیر سپارش می دهد که رفته با آدمان دیکتاتوری تلویزیون دولتی بانو سیاحت نعمت و را که بسیار زن زیبا بود و نزد من بیارید. سعدی که به پرزیدنت باور میکرد رفته این بانوی علم و هنر را به نزد رحمانوف می آورد. فکر میکند که به این زن یگان وظیفه یا که عنوان میدهد، اما رحمانوف این دیکتاتوری تلویزیون را میگوید که با من باید اینجا بیستی. سیاحت نعمت و پرزیدنت میگوید که من شوهر و 4 فرزند و خانه حلال دارم. رحمانوف با اون میگوید که حاضر شوهرت را میآورند، از شوهرت جدا میشوی، نباشد سعدی را فرمان میدهم که شوهرت را با فرزندانت برده میپرانند و میکشند. همین طور شوهرش را میآورند و او را مجبور میکنند و این خانم در پیش پرزیدنت به شوهرش خیر و خوش میکند و با کودکانش هم. مجبوری خانه آنها را رحمانوف ویران میکند. آن وقتا حالا زنش عزیزماه با کودکانش در دنغره همراه مادرش بودند. سبب این کار در آن بوده است بینندگان گرامی که وقتی که رحمانوف امام علی دیرکتور سوخود لنینی ناحیه دنغره بود، به سیاحت نعمت و وقتی در تلویزیون برآمد میکرد عاشق میشود. همان سالها یک روز به دوشنبه میرود و از پولهای دزدیش گل و شامپانسکی خریده به نزد سیاحت نعمت و در آمده با او اظهار محبت میکند. اما این بانو که شوهر و فرزند داشت به امام علی رحمانوف سخنهای درشت میگوید و میگوید من شوهر و خانه حلال دارم، تیز از اینجا رو تکی بوگین. رحمانوف را از کابینتش پیش میکند. رحمانوف این کینه را در دلش طول این همه سال نگاه داشته در فرصت مناسب قصد خود را میگیرد. بعد خبردار شدن از این حالت، سعدی کماندیر به نزد رحمانوف آمده و او میگوید که از خدا نمیترسی نامرد، خانه آن زن را برای چی ویران کردی و او را نفرین میکند.
اما رحمانوف و سعدی کماندیر با دروغ و شیطانی میگوید که او زن خودش به اختیار خودش زن دومی میشید و حالا در خانه با من زندگی دارد. من او را مجبور نکردم و با این گپ سعدی را فریب میدهد. همه آنهایی که آن سالها اگر اهمیت داده باشند در شبکه‌های تلویزیونی آن زمان بانو سیاحت نعمت‌آوا در سفرهای خارجی رحمانوف را همراهی میکرد، چون که عزیزمای همسرش با استانداردهای همسر یک پرزیدنت موافقت نمیکرد و این به تمام شما معلوم است. رحمانوف در سفرهای خارجیش این بانو را همسرش معرفی میکرد، ولی در داخل در نزد عزیزمای همسرش یک ژورنالیست و مشاور دفتری مطبوعاتی پرزیدنت معرفی مینمود. اما همه آن نوارهای خارجی تنها در ارشیو و یا بایگانی TVT و دستگاه رحمانوف تا حال وجود دارند که در سفرها همراه با این بانو سیاحت نعمت‌آوا یک جا می رفتند، چنانه که پرزیدنت های دیگر کشورها همراهی همسرانشان بودند. رحمانوف با این بانو یک جا می رفتند. واقعا بانو سیاحت نعمت‌آوا برنامه‌های جالب در شبکه تلویزیونی تاجیکستان داشتند که بینندگان زیاد او را دنبال می‌کردند. مثلا برنامه‌های دوگانه‌ها، باز یک برنامه جوانی، وطن و فرزندان، محبت و عائله و غیره از آفریده‌های سیاحت نعمت‌آوا است. مؤلف فیلم‌های تلویزیونی تاجیکان دنیا، جای شما خالی است، شاهراه صلح و دیگر برنامه‌ها. طبق معلومات ما سیاحت نعمت‌آوا این خانمی هنر و ژورنالیستی ورزیده فرار کرده روسیه می آید و حالا در مسکو به سر می برد. دو دختر او را ابراهیم عثمانوف تعلیم کرده است. ابراهیم عثمانوف سابق مشاور امامعلی رحمانوف است که بعدها رحمانوف او را هم از دور و برش راند، اما باز هم در این اواخر مرثیه سرایی دارد. آنچنان این رژیم جنایتکار جنایت‌های پیشوایشان را پنهان میکنند که حتی بانو سیاحت نعمت‌آوا، روزنامه‌نگار و نطاق تلویزیون تاجیکستان، ارباب شایسته فرهنگ تاجیکستان، عضو کنفدراسیون ژورنالیستان روسیه و که او بخش ژورنالیستیک فاکولته فیلولوژی دانشگاه به نام ولادیمیر ایلیچ لنین که حالا دانشگاه ملی تاجیکستان است ختم کرده بود. محرر و سرمحرر برنامه‌های برای نورسان و جوانان تلویزیون تاجیکستان سالهای 1979 1987، دیرکتور برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان سالهای 1987 1992، جانشین رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی نزد سویت وزیران تاجیکستان سال 1993 95، مشاور دفتر مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سالهای 1995 2000. خوب دقت دهید، سالهای 1995 2000 که به این حادثه در بالا گفتیم دقیقاً مطابقت میکند. از سال 2001 در مسکو استقامت میکند. سردار بخش مناسبت‌های بین الخلقی شرکت هالدینگ آپتیما پروژه مسکو را اداره میکند و باور کنید خیلی جستجو کردیم در مورد عکس‌هایش و هیچ عکسی از این خانم پیدا نکردیم جز چند عکس هایی که از فیلمنامه‌ها در یوتیوب وجود داشت و علت آن را بینندگان گرامی خودتان قیاس کنید و بفهمید که رحمانوف به چه جنایت‌های قادر است. اکنون می‌گذاریم به قسمت دیگر. یعقوب سلیموف رحمانوف را میکوبد. امامعلی رحمانوف که در سالهای 1994 از کابینتش بیرون برآمدن میترسید، همیشه سعدی میگفته است که سعدی جان ما و خودت خیش تباریم، خوب فلان تا بگردم التماس مرا نپرتو، ما هیچ که ندارم، یک اکای تراکتوریست دارم مرا نگاه کنید که مرا نپرانم، ما خانه های شما را اطلاع میکنم. و همین خیل بینندگان گرامی زاره میکرده است آن وقتها. یعقوب سلیموف در سال 1995 در کابینتش رحمانوف را با مشت و لگد چنان میزند که رحمانوف از این طرف میز کاری به طرف دیگر افتیده قریب نیم ساعت بیهوش میشود. بعد این حادثه سعدی را هر وقت دعوت کرده پرزیدنت از ترس میگفته است که مرا تنها نگذارید، کتی سهراب قاسیموف من را محافظت کنید، فلانو تانا بخورم. خوب دیگه اون چیزی که گفته است و شاهدان اصلی برای ما نقل کردن، ما حقوق تحریف آنها را نداریم، به آن خاطر دقیقاً آنچه گفتند آن را تقدیمتون می‌نماییم. خوب رحمانوف همیشه چنین میگفته است، با سعدی را زاره میکرده است. در آن وقتها همه کماندیرهای کلابی، قربانی چال، سهراب قاسیموف، سعدی خالمرادوف، خوجا کماندیر، یعقوب سلیموف، سعیدشاه شمالوف و چند نفر دیگر جمع شده میگویند که امامعلی رحمانوف را از وظیفه پرزیدنتی میگیریم و نکزت میکنیم.
اما آن وقت سعدی و خوجه رحمانوف را دستگیری میکنند و میگویند که نو 1 سال شده است که در این وظیفه قرار دارد، بمانیدش اقلا 3 سال کار کند، بعد میگیریم و عوضش میکنیم. امام علی رحمانوف به مثل خرگوش لرزیده یکی به سعدی نگاه میکرد و یکی به خوجه کماندیر و یکی به سهراب قاسم. خوجه کماندیر میخیزد و میگوید که این آدم را فیضعلی و بابای سنگک به این وظیفه مانده بودند، به خاطر آنها بمانید تا اقلا 1-2 سال دیگر کار کند. بسیار اونا یک چومو های به گپ ای گوساله را یک میخانه میکنند، همه ولس در دست خود مونه، چیزی میگیم گپ ما میشوه. و طرف پرزیدنت همین خیلی نمیگن، گفتم میپرسند. رحمانوف رو که از ترس گریه گلوگیرش کرده بوده است کلهش رو میجنباند و مثل بیچاره یکا سرش را پس کرده به طرف کماندیرها حتی نگاه کرده نمیتوانست. بعدا یعقوب و قربان چال میگویند که حاضرم سری وقت است، همیره تستر گرفتن در کار است، چون که این انسان از کوچه مردی گذشتگی نیست، مردک نیسته. این آدم در آینده لوبای نامردی را در حقمون میکند. ما پیشکی شما را آگاه کردیم. واقعا هم آنچه که این قماندان ها دیده بودند و فهمیده بودند آن را چنان بوده است که ما حالا آنها را دیده ایستادیم. همچنین نیز بینندگان گرامی، غفار سیدای و سعید شاه هم سخنان سعدی و خوجه را دستگیری میکنند. برای همین رحمانوف باز پرزیدنت میماند. سال 1996 با التماس پرزیدنت سعدی کماندیر به منطقه طویل دره و غرم برای واخوری با قماندان‌های صحرایی اپوزیسیا می‌رود. بعد برگشتن در راه از طرف شخصان نامعلوم مورد حمله قرار گرفته، با اسکالکه‌های گرانتمیات زخمی شده در بیمارخانه قریه بالا چند ماه بستری شده بود. بعد این حادثه باز یک بار دیگر هم به جان سعدی کماندیر سوءقصد تشکیل کرده شد و وی باز هم زخمی گردید. طبیب سعدی را طبابت کرده است، به اصلاح گفت قریب 65% اسکالکه ها در بدن سعدی بودند. قندی بالا هم داشت و چند طبابت های مردمی هم میکرد و آن طبابت ها او را سبک میکردند. البته در مورد سوءقصد هایی که به سعدی شده است در آینده میتوانید آنها را شنوید، چون که در این مورد تحقیقاتی طولانی داشتیم که در آخر برنامه آنها را برایتان میگوییم. اکنون 120 کیلوگرم گرایینی بدیک. برادر سعدی کماندیر بدرالدین خالمرادوف بود. او را بدیک بوز لقب داده بودند. سالهای 1997-98 میاسا مالتارگ دوشنبه یک حاجی راهبری میکرد. بدیک گویا او را کریشوت میکرده باشد. هر ماه $5,000 دالیا میگرفت. همچنین افتوگذر قرغان تپه و دوشنبه را کریشوت کرده هر روز پولهای کلان به دست می آورد. یک روز به سعدی می گوید که با ما ورتالیات در کار است تا اینکه از دوشنبه با سربازهای بتالیون خوراکه ببریم. اما در اصل میخواست که سعدی را فریب داده از نرکبران مسکوسکی به نام علی خان و تاجالدین 120 کیلوگرم گرین گرفته با ورتالیات چست 35 سهراب قاسموف به ولایت لالین‌آباد انتقال دهند و برای ادای این خدمت $120,000 به دست آورند. وقتی ورتالیات از چست سهراب قاسموف به هوا بلند می شود و گنرال قاسموف از KGB رسپوبلیکا زنگ زده میگویند که در ورتالیاتی از درون چست 3502 بعدی که دادرات نزدیک 200 کیلوگرم گرین را به ولایت لالین‌آباد یعنی به پنجکند برده ایستاده است. شما خبر دارید؟ سهراب قاسموف با راتسیا زود به خلبان ورتالیات زنگ زده دستور ابرت آمدن را میدهد. ورتالیات دوباره به قسم حربی 3502 میفراید. بار درون ورتالیات را خالی و از درون پشکه های چای بندهای گرین را دریافت کرده میفهمند که این بار را بعدی که دادر سهراب نیو بعدی که دادر سعدی کماندیر به طور پنهانی بار کرده بوده است. سهراب قاسموف چند سرباز و افسری به سعدی نزدیک را در نزد هیئت شخصی قسم حربی شلاق میزند. سعدی را هم چند مشت میفرارد. بعد این حادثه بین سهراب و سعدی چند ماه گپ‌هایشان میگریزد. دادر سعدی گریخته در کجای پنهان می شود، یعنی همین بدی. خود سعدی چند وقت دادرش را برای جزا دادن میکواد، اما در عین جوش غضبش او را نمییابد. برای همین از همان وقت به دادرش مناسبتی خوب نداشت که چون این عملی بدی انجام داده است. همیشه میگفته است که بدی آبروی من را رزاند، اگر من مردم در جنازم بدی بوز را
راه ندهید میگفته است. سعدی کماندیر دیرتر بعدی که دادر سعدی در اداره گمرک ترسونزاده به کار در آمده بود. وی همه را به دیگر مقامات میفروخت. برای همین از گمرک پیش کرده بودند اگنتی دولتی، یعنی بوزی کلی فتاح سعید بوده است. همچنین با داماد پرزیدنت زایر و دادرش نرزولا صاحبوف هر جوان مردان را سیاه کرده زندانی میکرد. عین زمان بیکار است. خوب، قسمت دیگری این برنامه چنین عنوان دارد: سعدی چرا محمد سعید عبیداللهیف را زد؟ در سال 1999 2000 رئیس شهر دوشنبه محمد سعید عبیداللهیف قرار ساختمان حولی سعدی کماندیر را امضا نمی‌کند و میگوید که سفارش پرزیدنت است، باید آمده عریضه و دیگر سندها را پیشنهاد نماید. با سعدی این گفته عبیداللهیف را میرسانند. سعدی با چند اکیپاژ شخصان یراقدار آمده حکومت دوشنبه را محاصره کرده، خودش با تلخ‌هایش به کابینت عبیداللهیف در آمده سراز و چند مشت به سر و روی محمد سعید عبیداللهیف میزند و از گلستوکش کشاله کرده و بیرون بردنی می شود. رئیس شهر که خودش تنها مانده بود: سعدی جان، همو خشاد پرزیدنت مرا گفت که امضا نکن حجتوشا تو پیش من نیایا. سعدی زدن عبیداللهیف را بس کرده با او میگوید که فلانی اوچه ها ما در سبکه های غرم و طویل دره جان من در خطر مانده ریسکوت میکردیم، با شما باشه فلانی زنا در کابینت های گرم قطیر رحمانوفی فلانی تون آدیخ میکردین، پولای حرام جمع کرده ششتگین، برای رحمانوف تا بگو که میرم در دهنش میپرانم فلانی را. ایادش براورده که تو دین را زوره میکرد فلانی تا بخرم سعدی جان مرا نپرتاین. میگفت که خوب باور کنید سخنانی یعنی خیلی درست جواب گفته بوده است. این فلانی اوچه ها فهمیدید. گفته 2-3 شته دیگر محمد سعید عبیداللهیف را میزند. ماشین دا بر کنید چه میگوید سعدی عبیداللهیف که در همین وقت یک پاپکه در تگ کش داشته است. عبیداللهیف سعدی را میگوید که کماندیر ما بر وقت قرار خود امضا کردگیم، اینا یک بار ببینده. گفته حجت های حولی را میبرارد. نفری به سعدی در آمده حجت ها را میبیند و میگوید که کار حل شدگی کماندیر و او را آرام میکند. عبیداللهیف را جواب میدهد. سعدی باز با او میگوید که پرزیدنت تانا برسان که میام میکشمشه ای فلانی حرامه و این را گفته در ماشین هایشان نشسته میروند. سعدی کماندیر همراه با جاندارها یعنی تلخایش و سربازانش نزدیکی 300 نفر راست به بینای پرزیدنت رفته و با آنها داخل می شود. عبیداللهیف در حال رحمانوف را زنگ زده میگوید که سعدی مرا زد، دهن بنیم خون کرد، حاضر به سر خطر رفت، بگریز که سعدی میآید میپرانته. رحمانوف فیل فور به سهراب قاسیموف زنگ میزند و میگوید که تیز بیا، ای سعدی را پیش رهش بگی که مرا پراندنی اومده است و با راهی پسی بینای پرزیدنت میگریزد به طرف خانه اش. سعدی به کابینت پرزیدنت زده میدراید که رحمانوف امام علی دین گوز زده گرفتگی ای. در دالان یک شخص لاغری مست که در پایش با یک عذاب ایستاده است نفهمیده به سوی سعدی کماندیر میگوید که ما تقای پرزیدنتم چی گپای کماندیر. سعدی از راهش میگردد و به طرف این شخصی خرابی مست دویده یک مشت برای او میزند و میگوید که تو تقای پرزیدنتی فلانی اوچه جیان تا فلان کنم، کجا شد او جیانی پیتوخت و تا دلش خنک شدنه مطلوب خان دولت را تگ مشت و لغت قرار میدهد و بعداً برآمده میرود و بیرون میبرایند و میخواهند به خانه پرزیدنت روند که از آن طرف اسکارتی گنرال سهراب قاسیموف رسیده می آید و به سعدی فرمانی ایستادن را میدهد. سعدی از ماشین فرآمده با سهراب قاسیموف صحبت میکند. سهراب قاسیموف با سعدی میگوید که از پس ما ماشینت را ران میرویم پرزیدنت را به نزدمان میارند، زیق نشو رفتیم هموجا در رزبار میکنیم. همین طور آنها تمام کاروانی 40-50 автомашина های دزوب و روژانی به طرف ورزاب میروند. سهراب یک جا با آدمهایش سعدی را آرام میکند و میگوید که همش عیبی همان میستر بنی است. سهراب قاسیموف عبیداللهیف را بسیار بد میدید، یا ناس میگفت یا میستر بنی. و به طرف سعدی میگوید که نپراندیش فلانی زنه حرامه، از یک شیطانی حرام تیزتر خلاص میشدیم. سعدی در جواب به سهراب میگوید که اول همین پیتوخ رحمانوف ایدیک رو پراندن در کار. ای فلانی زن ای پسی پرده عروس وری ایستاده هر خیل فرمانای نامعقول میتیه.
این میستر بنی این دوف راست شا گفت مده نباشم ما ایرا پراندانی رفتگی بودم. گفت خشای خودت گفتی قرار سعدی را امضا نکن من پیش ما بیایا وقتی ما بگم بعد امضا میکنی. رحمانوف چندین روزها از ترس سعدی کماندیر از خونش بیرون نمیبرامد. با واسطه چندین نفر اول دل سعدی کماندیر را نرم کرده از سهراب قاسموف التماس میکند که سعدی را به غرب و طویلدره روان کن که آخر مرا میپراند. میگویند رحمانوف میخواست سعدی در آن مناطق باید کشته شود ولی این کار را نتوانستند انجام دهند. خب بینندگان گرامی، مقطع دیگری ما چنین است: چرا رحمانوف سعدی کماندیر را زندانی کرد یا شیناند؟ سال 2003 معلم با نام سید خوجه از دهه سنگتوده به خانه سعدی کماندیر مهمان می شود. بعد صرف طعام یک جایه به بازار سخاوت می روند. سعدی می بیند که پاپوش های معلم دریدگی، دلش می سوزد و می خواهد یک توفلی نو خریده به معلم دهد. اما فروشنده سعدی را نشناخته با او به احترامی میکند و میگوید که بفورتون همین نرخ، نفورت رفتن بگیرین، مج یعنی فلانیم و نام کدام از وظیفه‌داران را میگیرد. سعدی در غضب شده او را تگ مشت و لغت میگیرد. از اویده بختیار سبزیف با آپر گروپ می آیند. آنها را هم سعدی میزند. سپس با 100-200 ملیسه آمده سعدی را برای ریاست ملیسه دوشنبه نزد زار عزت الله شریفوف میبرند. در آنجا بازار و جنگ می شود. او را هم سعدی میزند. از سبب آنکه بچه های سهراب قاسموف یعنی صادق علیمتوف تلخ خود سهراب قاسموف چند وقت پیشتر در نزد اوید زارا را زده در درون جوی پرتو انداخته بودند، او بچه های 3502 یعنی سهراب قاسموف قصد داشت. برای همین فرمان میدهد که برید به سیزا محکم کنید. سعدی کماندیر را برده در سیزا محکم میکنند. خوب امام رحمانوف به این راضیگی میدهد چون که این را دقیقاً میخواست. بعد 40 روز مادر سعدی کماندیر با همراهی بابای نظر حکیموف که او نیز از دهه گلستان همسایه سعدی کماندیر است و نزد اوچای پرزیدنت مومای مایرام با دنغره می آیند و میگویند که بچه دختر خالت را یعنی سعدی را محکم کرده است و حالا 6 ماه است که سعدی در زندان است. بابای نظر هم خدمت فضلالدین رحمانوف که پسرخواند مادر پرزیدنت می باشد چون که وی لباس های اکای پرزیدنت را از شهر لواوی اوکراین بعد در آب کول غرق شدن با صورتهایش آورده به دست مومای مایرام داده بود. خوب بینندگان گرامی، فضلالدین رحمانوف که در دنغره به آب کلان شده بود در عسکری از سبب آببازی را نتونستن در کول غرق شده بیچاره مرد. مادر پرزیدنت به نوردین میگوید که با امامعلی زنگ زده گوشک تلفنی را به او دهد. نوردین با امامعلی زنگ میزند و تلفن را با مادرش میدهد. امامعلی صدا میکند مادر لبای اوچا جان. جواب میدهد در گوشی همین یک کار را بگم گپی مرا میگیری؟ برای چی نمیگیرم اوچا؟ او میگیرم گبزه. اوچاش بعداً با آوازی گریه‌آلود میگوید که بچه خاصیت میگن محکم کرده راسته. سعدی را همو را میگن 40 روزه در ترمای. بچه اپمای بچه خالتای چی به محکم کردیشه؟ کودکدار بیچاره همو را جواب میتی. همی جده اکای نظرت قطعی اوچای سعدی آمدگیای. امام رحمانوف میگوید که بگو بروند خانهشون سنگ توده ده پگه جوابش میتین اوچا. همین طور بعد خواهش مادر پرزیدنت سعدی را جواب دادند. بعدی برآمدن از سیزا سعدی شخص دیگر شد و به طاعت و عبادت شروع کرده به حج رفت. بعدی آمدن از حج امان الله حکوموف یعنی امان کلوش که رئیس راه آهن بود سعدی را بریگادیر راهبردهای قطار دوشنبه مسکو تعیین کرد. برای آن که در وقتش امان الله حکوموف را سعدی از چنگی سهراب قاسموف و چند بیویک دیگر بارها خلاص کردگی است. بجای امان الله حکوم شاگردش کامل میرزا علیف نرکبران مسکوسکیگی که رفیق نزدیک ظاهر صاحبوف داماد پرزیدنت بود حاضر با رستم چسباندگی تعیین شد. وی آمد و دفعتا همه آدمای امان کلوش از کار پیش کرد از جمله سعدی کماندیر را هم. پس از آنجا سعدی در تتسی نزد طاووس روبروی لوچاب به حیث محافظ کار درآمد. در منطقه لب دریای وخشی سنگتوده و بایغازی باغ و مال کرده. در بهارستان نام موضع لب دریا درختان زیادی میوه دهنده را شنانده بود. از راه نارک هر شنبه و بازار رفته گاه وقتها تنها کار دهقانی و زمین کنی میکرد. خوب بینندگان گرامی، اینجا میگذاریم چی طور سعدی کامندانت قصر ملت میشود
و یتیموف را میکوبد. البته منبع دیگری ما در این مورد در مورد زدن سیمومین یتیموف گفته بود که قبل از به سفارت ایران کار رفتن سیمومین یتیموف هم سعدی کماندیر او را زده بوده است. خب این معلومات دیگری نیست، چنین است. 7/10/2017 در راه غرب به تاجیک‌آباد نورالدین رحمانوف اکای پرزیدنت همون تراکتوریست در درون ماشینی لکسوس 570 با راننده‌اش زین‌الله و رئیس ناحیه رشت می‌رفتند مرد و او را با ورتالیات به ناحیه دنغره برده دفن کردند. بعدتر با اشتراک پرزیدنت خدایی یعنی معرکه چیلش را برگزار کردند. امامعلی رحمانوف در همانجا سعدی را می‌بیند. از سعدی می‌پرسد که در کجا کار کردیستی؟ میگوید که بیکارم، در یک باغی طرف باغ‌غازی درخت میشنونم، دهخانی کرده استم. رحمانوف رمضان رحیمزاده را فریاد کرده میگوید که سعدی را سردار ملیسه دنغره تعیین کن. اما سعدی میگه که من ملیسه نمیشم. پرزیدنت میگوید که این طور باشد بیا از 1 ینور کماندیر کمانداتور قصر ملت را قبول کن. برای رئیس کمیته دولتی امنیت ملی اس یتیموف میگوید که فرمانش را برآورید. از ماه ینوری 2018 در وظیفه کماندیر کمانداتور قصر ملت به کار سر میکند. هر شخصی که به قصر ملت وارد از نظارت شخصی سعدی میگذشت. بعد چند روز یک جلسه مقامات قدرتی دایر می شود. همه وزیران را با فرمان سعدی تفتیش و کفتکاب میکنند. بعد از آن وارد قصر ملت می شوند. اما وقتی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی اس یتیموف که سعدی تابعیت مستقیم او را دارد می آید، سربازها او را بازرسی نمی کنند. می خواهد از نزد سعدی کماندیر هم گذرد، اما سعدی با سربازها فرمان می دهد که لوبای کسی تنش را کفته پرورکه کرده بعداً اجازت ورود دهید. اس یتیموف با کبر و غرور با سعدی می گوید که مرا نمیشناسی، من رئیس کمیته امنیت هستم و تو непосредственно اول با من پچینت میکنی بعد با پرزیدنت. سعدی جواب می دهد که فرقش نیست که تو کی، ما همه را پرورکه میکنیم، تو با کلاه شیر آورده بکوین گفته به سربازها فرمان میدهد. در نزد قریب 50 نفر تمام جایش را میکوبند و نزدیک 10 دقیقه اس یتیموف را او نجات کرده سپس اجازه داخل شوی به او میدهند. یتیموف به طرف سعدی با مرده ترش شده میگه که میبینیم خودت تو که کار میکنی دیجا گفته رفتنی میشود. این گپ به سعدی خیلی سخت میرسد و به اس یتیموف میگوید که ای مندق مغل 1 مینوت بیست. وقتی یتیموف به طرف سعدی میگردد که سعدی با مشتی آبدار بر روی یتیموف میزند، او به زمین میافتد و باز چند شته آبدار به شکم و به میانش میزند. آدمان آنجا بوده سعدی را میقپند. اس یتیموف چارغاوک یک بلا کرده به درون بینای قصر ملت میگریزد و با پرزیدنت از بالای سعدی جلب میکند و میگوید که کدام روز سعدی خودت رو هم یا میزند یا میپراند. سعدی بعد این حادثه خودش برآمده به خانهش میرود و دیگر به کار به قصر ملت برنمیگردد. خود همان سال تقریبا ماه اپریل یا ماه می سال 2018 رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاده رحمان به طرف ورزاب برای کیف و صفا می رود. چمپیون کده که در آنجا حولی سعدی کماندیر را در تربه ورزاب می بیند. سعدی با زن دویمش صالحه که با کلیچکای سشک زندگی می کرد آنجا. آزاده با سعدی وا خورده می گوید که جای خونت به من گنده معقول شد، حولیت را به من بده، من در دوشنبه یک خانه چهارخانگی در بلند اوشانه ها میتیم. سعدی که سخت جسور و نوترس بود از این پیشنهاد تماما به خشم و غضب آمده به طرف آزاده میگوید که تیز گم شو اینجا بیوه که میپرونم تا دیوانه این چین شما که دیگه کجای ده چی معقولتون شدتونه باید شما بگیرین، اویله گشنه شما کی سیر میشین گفته از نزد خانش آزاده را پیش میکند. آزاده رحمان پس از خارج شدن با تمام مقامات پروکراتور و ملیسه و امنیت سپارش میدهد که یگان بهانه یافته حولی سعدی را نزکان نبرارید و از آنجا سعدی را برارید، حولیش را سناس کنید. دیگر هر روز در نزد خانه سعدی از کمیته دولتی امنیت ملی، از پروکراتور، از کمیته زمین، از حکومت ورزاب، عموما از تمام مقامات، از وزارت کارهای داخلی، اپارات پرزیدنت آمده خانه های سعدی را چین و چاق کرده اکت میکنند که گویا حجت‌هایش غیر قانونی اند.
سعدی بعد این همه فشارها به نزد یوریست‌ها حجت‌های حولی‌اش را میبرد و به آنها نشان می‌دهد. آنها میگویند که کماندیر همه حجت‌های خانه 100% قانونی اند، حتی قانونی گردانی اموال هم شده است. همه‌اش از روی قانون است. فقط تو باید نزد پرزیدنت امامعلی رحمان درایی و فهمانی، نباشد این اژدهارها تو را روز نمی‌دهند. همین طور سعدی 10 روز در پیش قصر ملت می‌ایستد و یک روز پرزیدنت او را می‌بیند و قبولش می‌کند. وقتی که در نزد پرزیدنت در آمده، سعدی حادثه را نقل می‌کند و میگوید که ما همو سعدی می‌مردک، فهمیدید؟ ما در کار شوا اولاد تنابود میکنم، شما خوب دیگر گذراندین. یعنی با کلماتی خیلی قبیح به او جواب میگوید. پیش راه دخترها تا بگی اوجه جان نموند، حولیای مدد رو مدد زخوت کردستیان، اول خطا به همه کودکات در کار شوا اوبراد میکنم، فهمیدی؟ گفته با پرزیدنت رحمانوف او گراجت میکنه. سعدی کماندیر حتی دیوانگی کرده زدنی میشه و پرزیدنت این دیوانگی سعدی را میبیند و تلفن را با دل نخواهم گرفته نه دوال نه با آزاده چمپیون که زنگ میزند. میگوید که حولی سعدی ده چقه نشوین، دیگه بگو هیچ که نرو پیش خانه سعدی. فهمو گفته تلفن را میگذارد. مرود تلخ رحمانوف چند جاندار یعنی تلخ دیگرش را مبادا سعدی پرزیدنت را نزند گفته پیشکی تیاری دیده بودند. بعدا سعدی با غضب به طرف پرزیدنت رو آورده میگوید که ایادت برآمد، همو وقتا زورا میکردی مرا نپرتا سعدی جان فلان تا بخرم، ما برای تو شده صدها آدما قطعی دشمن شدیم، پراتیوی کماندیرا برآمدیم، یعقوب و چالو همه مرد بچه ها ده خودمونا شمرو کردیم، مردک نبوده نیکی. نومرد گفته از پیش رحمانوف سعدی برآمده می رود. بعد این جنگ و جنجال سعدی رحمانوف عرق میزند و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی اس یتیموف و وزیر داخله رمضان رحیمزاده را دعوت کرده نقشه نامردانه از بین بردن سعدی کماندیر را میکشند. رحمانوف سعدی را چی طور کشت؟ رحمانوف چند سوءقصد به جان سعدی انجام داده بود بینندگان گرامی، ولی از همه آنها جان به سلامت برده بود. عدد سوءقصدها را آگاهان 6 تا گفتند. یکی از آن سوءقصدها را سال 1996 سالهای کم رحمانوف قدرتمندتر شده بود فرمان می‌دهد در ماشینش می‌نمانند. مینه را دقیقاً در جای نشستی او می‌مانند. سعدی پیش از نشستن دستش را در جای نشست می‌ماند که صدای مینه را می‌فهمد. خود را به قفا می‌پرتاید و پارچه هایش یعنی همون اسکالکه های مینه ها در بدنش میمانند و کشته نمی شود. دقیقاً این را خود رحمانوف طرح‌ریزی کرده بود تا از او خلاص شود و قصه خیلی طولانی است. میخواهد دو دختر اپاش را به کجای فرستد، ولی در این وقت آن دو دختر اپاش در یک ماشین دیگر میشنوند و به جیانهایش میگوید که حالا من می آیم. داخل ماشین می شود و دستش را میگذارد که این صدا را میشنود و همان نفرهایی که آمده بودند به چست 3502 سهراب قاسیموف خودشان را نفرانی امامعلی رحمانوف یعنی پرزیدنت گفته معرفی کرده وارد چست شده بودند. یعنی دقیقاً همان نفرها مینه را در داخل ماشینی سعدی گذاشتند، چون دیگر فکر میکردند که سعدی پس از این جان به سلامت نمیبرد. ولی خوب دیگر نصیبش نبوده است و آن وقت به هلاکت نمیرسد. 5 بار دیگر هجوم ها صورت می گرفتند و بجانش و آثار آن تیرهای سوءقصدها در سمت پایها و بدن سعدی وجود داشته است، اما از همه آنها جان به سلامت برده بود. آخرهای سال 2018 سعدی در باغش تنها کار میکرد. از طرف شهر دوشنبه 4 مینی اتوبوس سیاه شیشه و 6 تا تویوتا لند کروزر و چند مرسدس های رنگشان سیاه به نمرهای دولتی، فرم‌های در بر اونیفرم‌های سیاهی بدون کدام نوشتجات و در رویها نقاب با باغ سعدی کماندیر می آیند و او را با محاصره می گیرند. این وقت بوده است که سعدی با عربه پارو می کشانیده است. پارو را در گرد درختانی شینانده‌اش که از 1000 بیشترند می ریخت. او در اول پی نمی برد که آدمانی آمده کیستند و چی مقصد دارند و می آید و با چند نفر آنها که مسلحند صحبت می کند. این حالتها را با دوربین یک شکارچی نظارت میکرده است و یک شخص دیگر که برای هزوم به کوه رفته بوده است نیز شاهد این حادثه می شود.
بنابر گفته همینها بین سعدی و آن نفران کشاکشی صورت میگیرد. نقاب‌پوش‌ها سعدی را گرد کرده لط و کوب و با سنگ‌ها به سرش میزنند و به تنش میزنند. جسدی به جان شده سعدی را بالای عربه پارو بار کرده به جری دریای وخش سرازیر روان میکنند. حتی چند نفر آنها این حادثه را در ویدیو ثبت کردند. نقل یک شاهد حادثه این قتل چنین است: پیش از درآمدن به منطقه سعدی زندگانی میکرد پست بود و هر شخص می آمد حتما از سعدی می پرسیدند و وارد می شد. اگر اجازت می داد آنها وارد می شد، اگر نمی خواست کسی وارد شده نمی توانست. از دور دیدم که 2 نفر ناشناس در حولیش بود و ماشین سعدی برآمده رفت و با همین دیگر کسی و چیزی را ندیدم. وقتی ماشین سعدی برآمد آن 2 در حولیش بودند و نمیدانم ماشین را خودش میراند یا کسی دیگر، چون که از دوری با دوربین میدیدم و نمیتوانستم بدانم که داخل ماشین چی کسی نشسته است. اما انیق میدانم او را نامردانه کشتند. از این بیشتر چیزی نمیتوانم بگویم، چون که من نمیخواهم مرا کشند. اینجا به هیچ کسی رحم ندارند، باز به منی کم بغل. شاهد دیگر حادثه میگوید سعدی هر روز مرا نادیده نمیرفت به خانه‌اش و چند روز نآمد. تشویش شدم. در خوابم دیدم میگفت دستت را ته مرا از آب برار. من رفتم دیدم همه میکوبند، ولی آن جایی که در خواب دیده ای مرا کسی نمیکوبد. یک روز آنجا ایستادم کسی نکوفت. با اشاره گفتم اینجا را کوبید. یک بار در آمدند و جسد را برآوردند. گریان شدم و گفتم خوابم درست برآمد که واقعا از من کمک طلب کرد و در خوابم در آمد. همین طور رحمانوف بینندگان گرامی سعدی کماندیر را که خویش خودش بود برای یک حولی و جسارت فوق‌العاده داشتنش کشت. جسد او را بعد چند روز از دریا پیدا میکنند. در این باره رسانه ها نوشته بودند، اما کسی نمیدانست که سعدی را خود رحمانوف کشته به دریا پرتافته است. در این تحقیقات اصلاح در مورد سعدی کماندیر خیلی معلومات های عجیب دیگری هم به ما رسیده است. بله بینندگان گرامی، این همه معلومات از چند منبع های موثق به اصلاح رسیده است. سندها و معلومات زیاد دیگر در اصلاح محفوظ است. برای طولانی نشدن به این معلومات تقدیمتان نمودیم اکتفا می نماییم. معلومات های دیگری که خاراکترهای قتل و کشتار داشتند به داستان سیاه رحمانوف که دستوری به واسطه در آن قتل ها دارد ضم گردیدند. امیدواریم آنها را در سلسله برنامه های مخصوص تقدیم شما بینندگان خواهیم کرد. اصلاح در خدمت شما و برای شما مردم اذیت کشیده ای وطن عزیزمان تأسیس و فعالیت می کند. با اصلاح باشید. اگر شما هم معلومات دقیق و جدی داشته باشید با ما آنها را فرستید تا آنها را تقدیم تمام ملت نماییم. اطمینان می دهیم که اسم شما، شخصیت شما کاملا محفوظ پیش ما باقی می مانند. بله بینندگان گرامی، این بود برنامه امروز ما. اگر چند طولانی بود ولی معلوماتی بودند که برای شما مهم و ضرورند. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.